عرض سلام به شما مووی سامیای عزیز. در این قسمت با بررسی علت فوت بازیگر لی سانگ کیون در خدمت شما هستیم. بازیگر 48 ساله‌ای که یک روز صبح در کنار پارک با جسد بیجانش پیدا میشه و این خبر بازخوردهای بسیار زیادی داشته. لی سانگ کیون یکی از مطرح‌ترین بازیگرهای کره جنوبی که از دانشگاه معتبر ملی هنر کره فارغ التحصیل شده. خیلی از ماها با بازی تو کافه پرنس میشناسیمش و البته اکثر ما ایرانی‌ها اونو به سرآشپز تو سریال پاستا میشناسیم که همیشه سر ماهی قرمز داد میزد. البته اون تو سریال‌های موفق دیگه هم بازی کرده مثل آجوشی من، دکتر برین و غیره که در یکی از اونها با همسرش آشنا میشه و منجر به ازدواج میشه و ماحصل ازدواج اونها 2 فرزند پسر هست. خیلی لی سانگ کیون به بازی درخشانش در فیلم سینمایی انگل میشناسن. لی سانگ کیون در این فیلم در نقش پدر یک خانواده پولداره که یک خانواده رو به استخدام در میاره، ولی اون خانواده کلاهبردارن و ادامه ماجرا. این فیلم سینمایی 4 اسکار برنده میشه و به عنوان اولین فیلم کره‌ای که برنده نخل طلای جشنواره فیلم کن میشه مشهور میشه. و اما برسیم به خبر غم‌انگیز فوت این بازیگر. جسد این بازیگر 48 ساله روز چهارشنبه در خودرویی در سئول پیدا میشه و پلیس معتقده که اون خودکشی کرده. در گزارش‌ها اومده که همسرش بعد از اینکه لی سانگ کیون از خونه خارج میشه با پلیس تماس میگیره و میگه که یک نامه خودکشی پیدا کرده. مرگ لی سانگ کیون هنوز به طور رسمی خودکشی اعلام نشده، اما خانواده اون گفتن که کالبد شکافی انجام نخواهد شد. نکته حائز اهمیت اینه که خیلی‌ها معتقدن به دلیل انگ و تهمت‌هایی که به این بازیگر در مورد اعتیاد زده شد اون دیگه تحمل نداشت و اتفاق براش افتاد. همونطور که میدونید در کره جنوبی مصرف مواد مخدر یه ننگ خیلی بزرگ اجتماعیه که حتی افراد عادی از خانواده دوستاشون طرد میشن، چه برسه به سلبریتی‌ها که خیلی فشار زیادی روشون وارد میکنن. این فیلم آخرین رانندگی لی سانگ کیون به محل خودکشیشه و اون دستخط هم نوشته و متاسفم این تنها راه باقی مونده بود. همه این داستان‌ها از ماه اکتبر شروع شد، جایی که یکی از مهماندارهای یک کافه در سئول ادعا کرد به همراه لی سانگ کیون ماریجوانا کتامی مصرف کرده. در اوایل اکتبر به خبرنگاران گفت من صمیمانه عذرخواهی می‌کنم که با درگیر شدن در چنین اتفاق ناخوشایندی باعث ناامیدی بسیار از مردم شدم. ولی خانواده‌ام متاسفم که در این لحظه چنین درد سختی رو تحمل می‌کنم. این بازیگر 3 دوره مورد بازجویی قرار گرفت و تست اون در هر 3 دوره منفی شد و جالبه که یکی از این بازجویی‌ها 19 ساعت طول کشید. این بازیگر درخواست داده بود که بازجویی‌هاش به صورت محرمانه انجام بشه، اما پلیس این موضوع رو رد کرده بود. مخاطبای شبکه‌های اجتماعی در این مورد خیلی ناراحت بودند و یکیشون نوشته بود اون به خاطر مواد مخدر نمرد، به دلیل تحقیر دیگران مرد. کره جنوبی در مورد مواد مخدر به نسبت کشورهای غربی خیلی متمایز عمل میکنه و استانداردهای بالای شخصیتی در مخصوصا شخصیت‌های عمومی اونها وجود داره و فشاری که به سلبریتی‌ها وارد میکنه انقدر بالاست که این اولین مورد خودکشی پس از پخش این اخبار نیست. ما موبین رو داشتیم و حتی شهردار سئول بعد از اینکه به جرم آزار جنسی متهم شد خودکشی کرد. این بازیگر در پروسه بازجویی‌هاش معتقد بوده که مورد بازجویی خانم قرار گرفته و صدها هزار دلار به خاطر این موضوع از دست داده و نمیدونسته که حالا این موادی که بهش عرضه شده مواد مخدر بوده و ماریجوانا بوده. همسر لی سانگ کیون بازیگر جون های جین و 2 فرزندش بازمانده های این بازیگر هستند. برای اطلاع از آخرین اخبار کی دراما و خلاصه سریال های در حال پخش چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار کنید. خدا نگهدار.